بله بینندگان عزیز، الان ما یک مهمون ویژه داریم که چهره ایشون برای همتون آشنا هست. آقای درویشپور. سلام عرض میکنم خدمتتون، خیلی به برنامه خوش اومدید. خواهش میکنم بفرمایید. درود میفرستم به شما و بینندگان عزیز تلویزیون آسوسات و با تبریک صمیمانه روز جهانی زن به تمام زنان و مردانی که برای برابری حقوق زن و مرد تلاش میکنن. مرسی. آقای درویشپور، قبل از اینکه ما بخوایم برنامه رو شروع کنیم، من دوست دارم که در مورد پروژه‌ای که در مورد زنان نوشتید یه توضیحی بدید که بینندگان ما اطلاعاتی در مورد این موضوع داشته باشن. ممنون میشم. بله، من در واقع تخصص اصلی آکادمیکم مسئله زنان هستش. درسته. رساله دکترام رو راجع به مسئله زنان مهاجر ایرانی نوشتم که راجع به نبرد قدرت در خانواده‌های ایرانی و اینکه اصلا زنان مهاجر ایرانی چه پیشرفت‌هایی رو داشتن در حوزه اشتغال، در حوزه خانواده و اصولا در میزان ادغام و به هم پیوستگیشون در این جامعه جدید. بعد از اون هم تمرکز ویژه‌ای پیدا کردم بر بررسی موقعیت دختران مهاجر و به ویژه اینکه دختران مهاجر تحت ستم، بسیاری از دختران مهاجر تحت ستم چارگانن، به عنوان گروه‌های محروم اجتماعی، به عنوان زن، به عنوان اقلیت قومی و به عنوان کودک یا فرزند. در واقع به این ترتیب مسئله بررسی فرهنگ ناموسی یکی از حوزه‌هایی بوده که کارهای گسترده‌ای رو شاید من در این زمینه نوشتم. تمرکزم بیشتر راجع به فرهنگ ناموسی در سوئد بوده، در خانواده‌های مهاجر در سوئد بوده، ولی خب به فرهنگ ناموسی در کشورهای دیگه هم نگاه کردم. جدیداً راجع به مسئله جنبش زنان ایران هم مطالبی زیاد نوشتم. شاید یکی از کتاب‌هایی که نوشتم به نام چالشگری زنان علیه نقش مردان، گفتارهای جامعه شناسی درباره زنان مهاجرت و خانواده است که در اونجا به مسئله از جمله زن ایرانی در برزخ سنت و مدرنیته نگاه کردم و مسئله جهان شمولی حقوق زنان و در واقع تئوری نسبیت فرهنگی. دو تا کار آخری که در مورد مسئله زنان شاید در دست دارم کمتر مربوط به زنان ایرانی است، بیشتر راجع به شاید خود این جامعه است، جامعه سوئدی. یکیش کاری است که همین چند روز پیش به مناسبت 8 مارس توی پارلمان سوئد راجع بهش صحبت کردم، راجع به نقش زنان مهاجر در بازار کار. بعد در واقع من یک فصل کتابی نوشتم به نام دولت رفاه و فرزندخوانده‌اش. در واقع منظورم راجع به مهاجرین بود که چجوری به عنوان عضو برابر شناخته نمیشن. بعد توی این سخنرانی توی پارلمان از واژه دولت رفاه و دخترخوانده‌اش سخن گفتم. در واقع خواستم بگم موقعیت زنان مهاجر چگونه اینجا مورد تبعیض هست. این یک کار جدیدی بوده که در دست انتشارم هست به انگلیسی. و کار دیگری که الان من در دستم هست بررسی افسانه برابری زنان و مردان در محیط‌های آکادمیک سوئد که بررسی میکنم نابرابری ها در محیط‌های دانشگاهی و چگونه هستش در واقع در اینجا. مرسی. آقای درویشپور، شما روز جهانی زن رو در مبارزاتشون چه اهمیتی داره؟ من سوالمو درست پرسیدم؟ بله، از گر نگاه بکنیم که از 1875 که به هر حال این جنبش زنان آغاز شد و با سرکوب وحشیانه در واقع پلیس هم روبرو شد تا زمانی که از 1910 در واقع این روز کلارا zetkin به عنوان روز جهانی زن عنوان کرد. در واقع روز جهانی زن به یک جنبه به شدت نمادین پیدا کرد. منظور این نیستش که زنان همه فعالیت ها و مبارزاتشون تعطیلی کنن و فقط روز جهانی زن به خیابون ها بیان و اعتراض کنن، مگر مثلا کارگران همه مبارزاتشون رو قطع میکنن و فقط اول ماه می میان به خیابان ها.
ولی این روزهای نمادین یک معنای خاصی به خود میگیره. یعنی این روزهایی است که درجه اکتیویته، فعالیت، تمرکز بر سر پرتو افکندن بر سر جنسیت برجستگی ویژه‌ای پیدا میکنه. ما اگر نگاه بکنیم در این تاریخ کمتر از 140 سالی که از نقطه آغازین جنبش زنان که در 1875 شروع شد و روز جهانی زن از اونجا در واقع شروع شده نگاه بکنیم، خب جنبش زنان دستاوردهای بسیار چشمگیری داشته در زمینه اشتغال، در زمینه تحصیل، در زمینه حقوق برابر، در زمینه حقوق خانوادگی، در زمینه حتی سکسوالیته و به این ترتیب و کار خانگی هم همینطور. به این ترتیب میشه گفت در تمام زمینه ها زنان توانستن به یمن مبارزاتی که داشتند و این خیلی مهمه، درسته صنعتی شدن، کاهش نفوذ مذهب و آموزش، دولت رفاه در موقعیت زنان نقش ایفا میکنه، اما خود جنبش مستقل زنان به نظر من فوق العاده نقشش کلیدی بوده. شما فکر کنید که برگردید به همین 1 سده قبل، به تقریبا هیچ جای جهان زنان حتی حق رأی نداشتن نیست و یعنی حتی به عنوان مثلا کاملا یک شهروند درجه 2 شناخته می شدن. حتی تا نه چندان مدتی پیش همچنان فرهنگ این که زنان جزء مایملک مردانه هستند یک تصور رایج بود و یا حتی خشونت مردان علیه زنان به عنوان امر شخصی شناخته می شد و زنان حتی امکان نه جدایی داشتن نه مقابله با خشونت داشتن، حتی مورد تجاوز در درون خانواده خودشون قرار می گرفتن. بنابراین وقتی نگاه بکنید به این دوره می بینید که تغییرات به حال چشمگیری در بسیاری از کشورهای دنیا صورت گرفته و اونها را ما مدیون همین در درجه اول مدیون همین حضور مستقل جنبش زنان و یک گفتمان زنورانه هستیم. مرسی. شما یه مصاحبه داشتین با رادیو فردا که تو اون در مورد خشونت و تبعیضی که برای زنان قائل میشن صحبتی کرده بودین. میشه که توضیح در مورد اونم برای بینندگان عزیز ما بدین؟ بله، شما این موضوع مربوط به همین امروز بود، ولی 3 در واقع سوال کرده بودن که اگر بخواین 3 حوزه بله اصلی ستمدیدگی زنان رو در سرتاسر جهان مقایسه کنید نگاه بکنیم، سوال ساده ای نبود. بله. 3 حوزه‌ای که من راجبش اشاره کردم که در کشورهای مختلف درجه‌هاش فرق میکنه ولی یک به هم پیوستگی داره. من این 3 حوزه رو یکی تبعیض، یکی رول جنسی سنتی، یکم خشونت نام نهادم. اگر به تبعیض برگردیم، منظور من اینه که هنوز تبعیض جنسیتی یکی از موانع اصلی رشد زنانه، یکی از دلایل نابرابری هاست. این تبعیض جنسیتی در برخی از کشورها میتونه جنبه قانونی داشته باشه، مثلا کشور مثل عربستان سعودی زنان رانندگی هم نمیتونن بکنن، یا در کشور خود ما تبعیض جنسیتی جنبه قانونی هم داره. در خیلی کشورهای پیشرفته غربی تبعیض جنسی جنبه قانونی نداره، ولی به رغمی که مثلا در سوئد که گفته میشه پیشرفتگی زنان از همه دنیا بیشتره، زنان و مردان در برابر حقوق کار برابر حقوق نابرابر میگیرن. شغل‌های پست اجتماعی رو زنان معمولاً بهش اشتغال دارن، شغل‌های دارای به اصطلاح منزلت اجتماعی، حقوق و قدرت رو مردان هستن. شما تا به شما واژه دکتر و پرستار بگن، دکتر رو با مرد و پرستار رو با زن تلقی میکنید. حتی شغل‌هایی که زنانه میشن اعتبارشون از دست میدن. مثلا معلمی قبلا یک شغل معتبری بوده ولی از اونجا که زنانه شده حقوق معلما به شدت پایین آمده. این که شما نگاه میکنید به نوع جدایی جنسی در محیط‌های کار نیمه وقت، کار با منزلت اجتماعی پایین‌تر و توقع کمتر زنان که حتی در مورد حقوق خودشون توقع کمتری داشته باشن، اینکه از سلامت کمتری برخوردارن، اینکه در واقع در زمینه اشتغال، در زمینه تحصیل، در زمینه امور اجتماعی
عموما ما شاهد این هستیم که تبعیض جنسیتی یه عامل نابرابری است به شکل بسیار گسترده و بنابراین اگر قرار بشه بگن یکی از حوزه‌هایی که باید فعالانه مبارزه کرد علیهش برای اینکه فاصله نابرابری مردان و زنان رو کاهش داد، بحث تبعیض جنسیتی در کشوری نظیر ما خیلی گسترده است، در کشورهای نظیر سوئد کمتره، ولی خواستم بگم همچنان تبعیض جنسیتی یکی از مهمترین علل نابرابری ها هستش، تبعیضایی که نهادینه شده. دوم، رول جنسی سنتی است. خب این سه تا چیزی که میگم به هم مرتبطن ولی یکی نیستن. رول جنسی سنتی اصلا تصویر از مردانگی و زنانگی است. شما اگه مرد رو با سروری تلقی بکنید، مرد رو نرم و هنجار جامعه بدانید، زن رو آن دیگری بدانید که باید خودشو با مرد تعریف کنه، پا به پای مرد اصلا یعنی چی پا به پای مرد؟ یعنی مرد رو نرم فرض کردیم، زن باید پا به پاش بره. اصلا یک گرفتاری جهان اینه که همش الگوهای مردانه این جهان رو اداره میکنه و کمتر الگوهای زنانه اداره کننده جهانه. ما صرفا دنبال برابری زنان و مردان نباید باشیم، دنبال رهایی از الگوهای مردانه باشیم، جنگ افروزی، خشونت و تفکر به اصطلاح عقلانیت سودگرا. این رول جنسی سنتی باعث میشه که مثلا در خانواده کار خانگی یکی از اصلی ترین که کار خانگی بردگی است. چرا بردگی؟ چون کار مجانی است. میدونید کار خانگی رو اساسا زنان انجام میدن در سطح دنیا. در همین سوئد فقط 13% از کار خانگی برابر هستش و اکثریت کار خانگی رو زنان انجام میدن. چرا؟ مردان شلاق نگرفتن زنان رو بزنن، یا خیلی چهره‌های کاریسماتیکی نیستن مردان که زنان میگن او شما نباید دست به سیاه‌سفید بزنید، یا مردان خیلی از مردان پولاشون از پارو بالا نمیره که زنان میگن حیف وقتی که تو میذاری برای مثلا این کار خانگی. یه عادته، یک فرهنگ درونی شدن رول جنسیتی است که زن باید مادر باشه، زن باید خانه‌دار باشه، زن باید کدبانو باشه، زن باید بانو باشه. و اینه که اگه یه زنی هیچ کدوم از اینا نبود چی میشه؟ هیچی. یعنی اصلا منزلت اجتماعی زیر سواله. بنابراین رول جنسی نابرابر چه در زمینه شغل، چه در زمینه سیاست، چه در زمینه فعالیت‌های اجتماعی، چه در خانواده، یکی از منابع عقب نگه داشته شدن زنان هستش. و حتی اجازه بدید من آنورتر برم، چیزی که ما ازش به نام عشق نام میبریم، خود عشق در یک رول جنسی سنتی تصوری که از مردانگی و زنانگی وجود داره که مرد هوای زن رو داره، مرد زن رو باید به اصطلاح مراقبت بکنه. و در تصویر رول جنسی سنتی، جنسیت سنتی، حتی عشق هم یک مفهوم ستمگرایانه است. در واقع زن عشق میده، خودشو فدا میکنه، فدای خانواده، شوهر، بچه، سرویس میده و جناب آقای مرد نهایت بهره برداری رو از این عشق میکنه. حتی عشق هم اینجا نابرابر میشه. بنابراین خواستم میگم رول جنسی نابرابر چه در خانواده چه در محیط اجتماعی به شدت علیه رشد زنان نقش ایفا میکنه. تربیت کودکان رو ببینید، دختر و پسر رو چجوری تربیت میکنیم. به دختر میگیم ساکت باش، مثلا بیشتر به وسایل آشپزی و خانگی بپرداز. به پسر میگیم که یاد بگیر که اختراع کنی، با ابزار تکنیکی کار کنی. ما با رول جنسی نابرابر داریم پرورش میدیم. پس رول جنسی نابرابر همچنان یکی از مهمترین منابع عقب نگه داشته شدن زنان و نابرابری است. سومین حوزه خشونته. خشونت علیه زنان، من وقتی مفهوم خشونت رو بکار میبرم مفهوم وسیع‌تری رو بکار میبرم. فقط خشونت فیزیکی نیست که خودش به اندازه کافی در سر تا سر دنیا و از جمله ایران به شدت در خرد کردن شخصیت زن نقش ایفا میکنه. این خشونت علاوه بر فیزیکی جنبه روانی هم داره. تحقیر شخصیت زن، گفتن اینکه تو هیچی نیستی، تو فقط در کنار منی که موضوعیت داری، تو اگر من نبودم به هیچ جا نمیرسیدی. شاید این جملات به نظر حرفای عادی بیاد ولی تمام اینا خشونته.
تحقیر، در هم شکستن اعتماد به نفس، منزوی کردن. خشونت روانی یکی از گسترده ترین خشونت هایی است که علیه زنان به کار گرفته میشه و مانع رشدشون میشه. سومین جنبه خشونت جنسی است. این خشونت جنسی از وادار کردن شوهر که زن رو وادار کنه باش همخوابگی بکنه، زن علیرغم میل خودش حتی در خانواده تن بده به سکس. اصلا این تجاوزه. در جامعه ما اصلا چنین چیزی نیست. گویا زن باید همیشه آماده سرویس جنسی دادن به مرد باشه، چه خودش بخواد چه نخواد، در حالی که در این جامعه تجاوز شناخته میشه. علاوه بر این تجاوز خانوادگی، زنان در سرتاسر دنیا به شدت با خشونت جنسی روبروان و بدترین قسمت دراماتیک قضیه اینه که این جرمی است که به جای اینکه قربانی بتونه به سادگی راجبش سخن بگه و مجرمی که باید سر افکنده باشه، زنانی که مورد خشونت قرار میگیرن خجالت میکشن و نمیتونن برن به راحتی شکایت کنن یا تعریف بکنن. خشونت جنسی که از اون هم بدتر. چند نفر از زنان میتونن راحت برن بگن که قربانی خشونت جنسی شدن؟ تو دادگاه ها یقه این زنان رو میگیرن. آنچه که به این زنان گفته میشه اینه که چجوری لباس پوشیده بودی؟ چرا کوتاه لباس پوشیده بودی؟ حتما تو خودت مرد رو به وسوسه انداختی. اگه نمیخواستی باش آمیزش جنسی داشته باشی چرا خونت بردی؟ چرا شراب خوردی؟ چرا رقصیدی؟ یعنی نه یه زن نه شناخته نمیشه و تازه زنی که قربانی جنسی، خشونت جنسی و تجاوز میشه مورد شماتت دادگاه و مقامات هم قرار میگیره. خب ببینید ابعاد این چقدر گسترده است. آخرین نکته در این مورد، من شاید این بحث خیلی باز نشده، من از سوداگری سکس یا بردگی جنسی هم به عنوان یک حوزه خشونت جنسی نام بردم. یعنی اصلا تمام اون چیزی که به نام ترافیکینگ هست، اصلا صنعت سکس، آوردن دختران جوان و زنان جوان رو از این کشورها به اون کشورها و این بردگی جنسی که در واقع به شکل بسیار گسترده جریان داره، چه در سطوح مختلف، صنعت سکس در واقع با خشن‌ترین شکل‌ها همراهه و این یک نوع خشونت جنسی است برای تحقیر زنان در موقعیت یک برده و در بی‌حقوق‌ترین شکل ممکن. بنابراین فکر می‌کنم خشونت در مفهوم کلی‌ترش، رول جنسی نابرابر یا رول جنسی جنسیتی سنتی و تبعیض جنسیتی سه عامل فراگیری هستن که همچنان در سطح جهان در عقب نگه داشتن زنان و عدم رشد برابری زنان و مردان نقش ایفا می‌کنن. مرسی. این صحبت ها خیلی زیبا بود آقای درویشپور، من خیلی استفاده کردم. مرسی واقعا. آقای درویشپور، شما تو کتاباتون نوشتید که زنان ایران رو معمولا به عنوان آتش نشانی که زیر جمهوری اسلامی ایرانن نگاه میکنید. این یعنی چی؟ یه توضیح میدین لطفاً؟ ببینید، بین جنسیت و قدرت یه رابطه قوی وجود داره. یعنی قدرت‌های اتوریتگر، قدرت سیاسی منظورم هستش، قدرت‌های سیاسی معمولاً از طریق رفتار الگوهای جنسیتیشون اساساً قدرت‌های خودشون رو میتونن تحکیم کنن و هر کدومشون نمادی دارن. مثلا دوران پهلوی رو نگاه بکنید. رضا شاه وقتی میخواد قدرت نظام پهلوی، شبه مدرنیسم پهلوی رو به اصطلاح به اجرا در بیاره، یکی از مهمترین نمادهاش کشف حجاب اجباری است. یعنی با نوعی از تصویر از الگوی زنانه قدرت خودش رو سعی میکنه تحکیم کنه. به جمهوری اسلامی نگاه کنید، حجاب اجباری در واقع میشه اصلا اولین کاری که حکومت میکنه قبل از اینکه سراغ کرد و ترکمن و چپ و راست و غیره بره، زنان رو مورد حمله قرار میده. چرا؟ درست سمبل های انقلاب اسلامی ایران رو نگاه کنید. خواهر من حجاب تو از خون من رنگین تر است، یعنی نشان دهنده اهمیت کنترل جنسیت، کنترل جنسی به اصطلاح هم جنسیتی در اقتدار سیاسی. به این معنی منظور من این هست که در هیچ جا نیست که نبینیم اقتدارهای سیاسی کنترل به اصطلاح کنترل جنسیت یکی از شکل‌های عملشون نباشه. خواستم بگم که جمهوری اسلامی یکی از ویژگی‌هاش، اگر به من بگید مهمترین ویژگی جمهوری اسلامی چیست، میتونم بگم رسمی بودن ایدئولوژی زن ستیزی.
ببینید زن ستیزی همه جای جهان وجود داره. حالا اگر زن ستیزی هم نگیم نابرابری زنان، درست؟ خیلی کشورام هستن حتی میتونن زن ستیزی بدتر از ایران باشن. زنان موقعیتشون تو عربستان بدتر از ایرانه، بی برو برگرد. اما ایدئولوژی رسمی یک حکومتی زن ستیزی شدن خیلی مسئله است و در واقع میخواستم بگم که چجوری این حکومت اصلا برای اینکه جای پاشو محکم کنه با حمله به زنان شروع کرد. به من بگید چه روزی روز برچیده شدن بساط این جمهوری اسلامی است؟ میگم روزی که روسری‌های خانم‌ها اصلا نباشه، روسری‌ها برچیده شه. یعنی این مفهوم نمادینه که ببینید چقدر برای این حکومت کنترل به اصطلاح فردیت، کنترل زنان مهمه. خب حکومتی که در زمینه اشتغال، در زمینه تحصیل، در زمینه سیاست، در زمینه روزنامه نگاری، در زمینه‌های گوناگون و در زمینه امور خانوادگی، حقوق خانوادگی، در همه زمینه‌ها سیستماتیک به اصطلاح یک سرکوب علیه زنان رو سازمان داده، اشتغالشون رو سعی کرده. اشتغال در جمهوری اسلامی ایران در اوجش زنان 14% اشتغال دارن. یعنی میدونید معادل چه آماری است؟ یعنی معادل 35 سال پیش 1355 میشه 35 سال پیش دیگه یا 45 سال پیش؟ 45 سال پیش. 1355 نمیدونم الان. بله به حال 1355 که نگاه بکنیم آمار زنان در اون موقع چیزی حدود 14% بود اشتغالشون. پس از 3.5 دهه ما شاهد آن بودیم که باز هم آمار اشتغال همونه. بعد از انقلاب که اصلا به 6% کاهش پیدا کرد. به طنز میگم شانس آوردین جنگ بود، مردا رفتن جبهه، در نتیجه ناگزیر شدن زنان رو به بازار کار دوباره بیارن. به طنز میگم شانس آوردیم جنگ بود. یعنی میخوام میگم سیستماتیک اشتغال زنان رو که اصلا از بین بردن. گفتن یه سری کارها که اصلا زنانه نیست، بعد نیمه وقت کردن، گفتن شما باید برید مادران خوبی بشید، برید خانه‌دار بشید، خانه‌داری رو تشویق کردن و مثلا اوایل بعد از انقلاب 124 رشته تحصیلی رو ممنوع کردن بر زنان. در حقوق خانوادگی چند همسری رو که دوباره رواج دادن، سن ازدواج رو برای زنان پایین آوردن، صیغه رو رایج کردن و حق طلاق رو دوباره سپردن، انحصارش رو در دست مرد، حضانت کودک رو بیشتر سپردن دست مرد. یعنی شما فکر کنید در حقوق خانواده، در حوزه اجتماع، در حوزه تحصیلات، در کدام حوزه، در حوزه حتی حقوق مدنی و فردی، حجاب اجباری و غیره، سیستماتیک حقوق زنان رو در هم کوبیدن. بنابراین به گمان من یکی از نیروهای اصلی که آتشفشان زیر پای این جمهوری اسلامی است زنان هستند. شما حتی نگاه کنید به جنبش 2 خرداد، جنبش اصلاح طلبان، جنبش سبز، نیروی اصلیش کی بود؟ زنان. خیلی خوب. بنابراین فکر میکنم سخت نیست فهم این که انقلاب، اگر بخوام واژه انقلاب رو ببریم، انقلاب بعد ایران یک انقلاب زنانه خواهد بود. منظور من از این که آتش فشان زیر پای جمهوری اسلامی هستن. مرسی، خیلی جالب بوده. آقای درویشپور، دیروز مجلس لایحه یه متن رو تصویب کرد که مربوط به رفع محدودیت ازدواج مجدد و موقت بوده. این چیه؟ بله، من یه گفتگوام با رادیو فرانسه راجع به همین داشتم که شنیدم یه تعدادی از همین نمایندگان مجلس و مسئولین از نظر بنده در کمال وقاحت از اینم دفاع می‌کردن و اون رو به اصطلاح کاهش قید و بندها می‌نامیدن. ظاهرش هم اینه، اگر ما با یک نگاه ظاهر فریب به قضیه نگاه کنیم یا نگاه ساده داشته باشیم، میشه گفت که خب صیغه آزادی جنسی شرعی شده است و وقتی قرار ثبت نشه پس یعنی دیگه اونجا هم دخترها پسرها میتونن با هم دوست دختر پسر باشن، چه خوب. ظاهر و عده‌ای به این بهانه و به این نام دفاع میکنن. واقعیت اینه که داستان یه مقدار متفاوته.
اولا صیغه رو بسیاری از جامعه شناسان نه یک آزادی جنسی شرعی شده، یک فحشای شرعی میشناسن. شما به من بگید اگر یه مردی میره یه پولی به یکی میده، میگه برای 1 ساعت، 1 روز، 1 ماه تو به من سرویس جنسی بده، شما تو این کشور اسمشو چی میذاری؟ فحشاست دیگه. خب حالا اینو اگه اسمشو بذارین که مرد این انتخاب رو میکنه، با در ازای یک پولی که به زن میده سرویس جنسی میگیره، خب این فحشای شرعی است دیگه. حالا اسم دلشون خوشه که ثبت هم میکنن این قضیه رو. بنابراین من به گمان من صیغه اصلا کار خودشون راحت کردن اینجوری دیگه. خواستم این نکته رو بگم، این یک فحشای شرعی است، اما حتی این فحشای شرعی یه محدودیت هایی داشت. بالاخره بعد ثبت میشد. همه مردا جرئت نمیکردن برن ثبت کنن. خیلی از خانومان این کارو نمیکردن اگه حتی نیازهای مادی داشتن. برداشتن این قانون، اینکه شما نیاز به ثبت هم ندارین، در واقع گسترش فحشاست. یعنی یک امتیازی است برای مردان که شما بدون هیچ نوع محدودیت قانونی، بدون هیچ نوع رد پایی، بدون هیچ نوع اثری میتونید هر وقت که اراده کردید هر خانومی رو، چه شما متأهلید مجردید، در واقع بگیرید سرویس جنسی داشته باشید و اسم این سرویس جنسی رو گذاشتن در واقع یک نوع دست قید و بندها رو برداشتن. من به گمانم اساساً این یک فحشای شرعی گسترش یافته است. مردان طبیعتاً از این دستشون بازتر میشه در استفاده از فحشا. البته جمهوری اسلامی که همیشه دست مردا رو تو همه زمینه‌ها باز گذاشته. بله گویا در برابر تمام سرکوب هایی که انجام دادند و تمام اختناقی که بر جامعه چیز کردند، میخوان یه همچین مدلی یه مردا رو تطمیع کنن که یه خورده فکر کنن جمهوری اسلامی مزایایی هم براشون داره. در مورد قسمت دوم لایحه، چون 2 تاست، یکی ازدواج موقت بود، یکی ازدواج مجدد. ازدواج مجدد مربوط به مسئله چیز هست، همسرگزینی دوم و سوم و اینها، که بعد قبلا هم بالاخره یه سری محدودیت‌هایی هم وجود داشت. حالا یک گوشش رضایت زن بود، یک گوشش این که مثلا شرط و شروطی برای این کار. ازدواج مجدد هم همه شرط و شروط‌هایی که بر سر راهش هست برداشته شده. بنابراین ما به اصل حجر برگشتیم و اینکه مردان هر وقت دلشون خواست، به هر شکلی که خواست، هر وقت اراده کردن میتونن همسرگزینی دوم کنن و از این ابزار هم برای سرکوب همسر نخستشون استفاده بکنن، هم در واقع موقعیت خودشون رو در خانواده تقویت بکنن. غیر از این، یعنی این هم یه چیز خشن بسیار مرد سالارانه است. به گمان من خیلی وحشتناکه این. بله همینطوره. ما یه شاهد طالبانیزه کردن جامعه هستیم. من این رو شاید از سرکوب جنبش سبز به امروز دائما تاکید کردم که ما شاهد یک نوع عروج نوبنیادگرایی اسلامی هستیم، بازگشت به دوران به اصطلاح اول انقلاب و بدتر از اون. و خواستم بگم این طالبانیزی کردن همه جاست. وقتی علوم انسانی رو از دانشگاه میخوان حذف کنن، وقتی میخوان رشته‌های زنان و مردان رو در دانشگاه از هم جدا بکنن، زمانی که حتی آب بازی رو سرکوب میکنن، هر نوع جشن و شادی رو سرکوب میکنن، تو سطح سیاسی یک به اصطلاح حکومت اصولگرای مطلقی رو سعی کردن، حکومت ولایی مطلق رو سازمان بدن. به اینها میگن در واقع طالبانیزه کردن جامعه. این طالبانیزه کردن طبیعتاً با تشدید در واقع ستمگری بر علیه زنان هم توأمه. بنابراین این لایه هایی که میبینیم که این رژیم زن ستیزتر شده، به گمان من بخشی از گفتمان طالبانیزه شدنش هست، این ریشه اصلیش هست. و شاید هم فکر میکنه یک مقدار مردان رو هم با خودش همراه کنه که به اصطلاح یک نوع نزدیکی بین مردان با جمهوری اسلامی ایجاد کنه. اما من مایلم اینو تاکید بکنم، برغم اینکه برخی از این قانونا به نفع مردان ممکنه باشه، مردان به خصوص خیلی پدرسالار، ولی واقعیت اینه که در اوج قانون پلیگامی یا چند همسری در ایران فقط 1% جامعه به چند همسری روی آورده بود و این نشان دهنده اینه که بالاخره مردای ما مال عصر حجر نیستن. هر چقدر پر از
خشونت و پر از گرفتاری و پر از چیز هست، دیگر در سطح عصر حجر زندگی نمی‌کنن. خب صیغه میکنن، مدارک صیغه که بله خب اینو که جمهوری اسلامی داره رواجش میده، ولی خواستم بگم من بر این باور نیستم. ممکنه درصد قلیلی از مردان رو حکومت تطمیع کنه با این قوانین، ولی فکر میکنم اکثریت مردان هم به این چیز تن نمیدن و در واقع نمیپذیرن یک الگوی انقدر خشن و ضد بشری رو. شاید من خیلی خوشبین هستم، البته میدونم جامعه مردان خیلی جامعه پرگرفتاری است و به گونه‌ای که حتی آدمی همیشه از مرد بودن خودش احساس سربلندی نمیکنه، سرافکندگی میکنه. تو این سوئد خانم گودرون شیرمن یکی از فعالان زن فمینیست گفته بود که مردا باید بابت مرد بودن مالیات بدن، یعنی یه مالیات اضافه. خیلی سرصدا تو جامعه شد، ولی من به نظرم حرف خیلی بی ربطی هم نبود، چون مردان خیلی موضوع گرفتاری در جامعه هستن، تو خشونتی که به کار میبرن، در تصادفات رانندگی، در جنگایی که راه میندازن، در اصلا بذارید بر نشمرم باقیش رو. در نتیجه اینم یه ایده ایست، حالا شاید یه تند روانایانه است، ولی به نظرم منطقی پشتش نهفته است. مرسی. آقای درویشپور، نقش زنان در جنبش سبز شما چجوری میبینید؟ ببینید این نقش دوگانه بود و از یه طرف با توجه به توضیحاتی که دادم معلوم بود پیش قراول این جنبش زنان بودن. شما نگاه میکنید تظاهرات ها اصلا تمام و حتی جانباختگان نداست که میشه سمبل، این که حتی ندا میشه سمبل به اصطلاح جانباختگی در این جنبش، خودش نشانه هاست و گویای خیلی چیزها. ولی ضمن این که زنان به یک معنی پیش قراول این جنبش بودند، به نظر من یک کوتاهی صورت گرفت و اون اینه که اینجا خطاب من بیشتر شاید با پیشروان و فعالان جنبش زنان هستن. به نظر من تأکید بر استقلال جنبش زنان خیلی مهمه. اگر زنان، جنبش‌های مستقل زنان در جنبش‌های همگانی محو بشن، ذوب بشن، استقلالشون از دست بدن، میتونن به زائده سیاه لشکر جنبش‌های اجتماعی تبدیل بشن. قبلا یه زمانی چپ‌ها میگفتن اول سوسیالیسم بعد مسئله زن، بعد اصلاح طلبان گفتن اول اصلاحات بعد مسئله زن، بعدم میگه اول دموکراسی بعد مسئله زن. اینها کلاه گشادی است که بر سر جنبش زنان گذاشته میشه برای اینکه اونها رو به سیاه لشکر خود تبدیل بکنن. من بر استقلال جنبش زنان و طرح گفتمان‌های مستقل زنورانه بسیار تاکید دارم. کمپین 1 میلیون امضا یه دوره این رو خوب عمل کرد، ولی متاسفانه در جنبش سبز ما شاهد کمرنگ شدن استقلال طلبی جنبش زنان بودیم و الان که آبا از آسیاب افتاده، باز فکر میکنم نقش این جنبش زنان بسیار برجسته است و این گفتمان‌های مستقل رو هرچی بیشتر مطرح کنه بیشتر در پیشرفت جامعه نقشی خواهد کرد. مرسی. و اما سوال آخرم ازتون بپرسم، میدونم که خیلی خسته شده. خواهش میکنم. نظرتون راجع به نقش زنانی که در جنبش‌های آنتیک شرکت کرد، اتنیک، ملی یا قومی منظورت؟ ملی. بله. اون چیه نظرتون؟ واژه اتنیک شاید از این نظر که هم قوم و هم ملیت رو در بر بگیره خوب باشه و این گروه‌های مثل جنبش کرد، جنبش بلوچ‌ها، جنبش‌های ملی یا قومی یا اتنیک، هر چیزی بیکار ما و همون واژه اتنیک شما بیشتر موافقم که ما یه مقدار مسئله رو نیوترال‌تر نگاه کنیم. این نقش به نظرم یک نقش، اینجا هم یه دوگانگی شاهدش هستیم، همون دوگانگی در جنبش سراسری با یه تفاوتی. تحقیقات و پژوهش‌ها نشون میده که جنبش‌های ملی، جنبش‌های اتنیک یا جنبش‌های ضد استعماری معمولاً کلام هژمونیکش مردان است و از این خطر برخورداره که سعی کنه تحت ستم بودن زنان رو در اونجا رو کمرنگ بکنه و اصلا به نام رهایی بخشی ملی این در واقع یه تصویر کاذب ارائه بده از موقعیت زنان و این به ضرر زنان گروه های اتنیک عمل میکنه. شما نگاه کنید مثلا در الجزایر وقتی میخوان راجع به زن بگن، جمیل پورپاشا میشه سمبل زن
مبارز. زنی که خصلت مردانه داشته باشه تازه این مفهوم رو به خودش میگیره، نیست؟ خب این خیلی پرمعناست. یعنی اینکه جنبش‌های ضد استعماری، جنبش‌های ملی میتونن کلام مردانه، کلام مسلط و هژمونیک بشه و خواستهای زنان به سایه رانده بشه. من همواره این نگرانی در جنبش‌های اتنیک میبینم که یک تمایلی داره که برای اینکه از ستمدیدگی خودش دفاع بشه و برای رهایی خودش مبارزه بشه، در واقع جنبش زنان به سایه رانده بشه. در این حال این هم واقعیتی است که این واقعیت دوگانه است. درست مثل انقلاب ایران. درست انقلاب ایران گفتمانش هژمونی مردانه بود، گفتمان مردانه هژمونیک بود، ولی زنان به میدان آمدن و با میدان آمدن زمینه‌های رشد پیدا کردن. امروزه ما حتی از فمینیزه شدن ادبیات ایران سخن میگیم. میزان مشارکت زنان در انقلاب باعث شد که این به اصطلاح غول از شیشه، از تنگ خارج بشه و بعد خودشو پیدا کنه. در جنبش‌های ملی هم همین اتفاق میفته. بالاخره زنانی که رفتن پیشمرگ شدن، زنانی که در این مبارزات سیاسی مثلا در کردستان، در بلوچستان یا در جای دیگری که حضور پیدا میکنن، در جنبش‌های اتنیک، به خصوص کردستان که من آشنایی بیشتری دارم، خب با مبارزهشون تونستن از خانه به اجتماع بیان و این کمک میکنه که یه وایس پیدا کنن، صدا پیدا بکنن. بنابراین من فکر میکنم باید این دوگانگی رو دید و شخصا فکر میکنم باید برای فمینیزه کردن جنبش‌های اتنیک تلاش کرد. یعنی اینکه کلام زنورانه رو در اون گسترش داد و بر استقلال جنبش زنان در اونجا پافشاری کرد. و یک نکته دیگه هم در این رابطه بگم، زنان گروه‌های اتنیک از دو جهت رنج میبرن. یکی زنان جنبش‌های مرکز، حالا فارس تبار بگیم، سراسری بگیم، هر چی بگیم، میتونن خواستای موقعیت زنان اتنیک رو نادیده بگیرند، فقط راجع به خواستای عمومی زنان صحبت بکنن، موقعیت وخیم‌تر اونا رو نادیده بگیرن، همینطور که میتونن موقعیت وخیم‌تر زنان کارگر نادیده بگیرن. پس زنان اتنیک از نادیده گرفته شدن و نابرابر بودن با جنبش همگانی زنان میتونن رنج ببرن. از سوی دیگر در خود گروه‌های اتنیکیشون هم از مردانی که میگن آقا فقط راجع به مسئله قومی و ملی و اینا حرف بزنیم و خیلی مسئله زنان رو احیانا برجسته نکنیم، بنابراین یک چالش بزرگی پیش روی اینها هست و شخصا فکر میکنم که جنبش زنان اتنیک برای غلبه بر این دو مانع به طور جدی باید به یک فکر اساسی بکنه، با یک خودآگاهی فمینیسم ضد تبعیض، ضد نژاد پرست سعی کنه هم با کلام مردانه در جنبش اتنیک مبارزه کنه و هم کلام برتری طلبانه در جنبش سراسری زنان. بله، مرسی آقای درویشپور که به خاطر این صحبت‌های زیباتون من که خیلی شخصا استفاده کردم، مطمئنم بیننده هم همینطور. ما 5 دقیقه فرصت داریم به پایان برنامه. شما اگر صحبت پایانی دارید با بیننده‌های عزیز بفرمایید و بعد هم خداحافظی کنیم. مرسی. من فقط همونطور که گفتم فکر میکنم تحول در جامعه ایران یک تحول صرفاً سیاسی نیست. صرفاً چنین نیستش که ما به اصطلاح با یک تغییر سیاسی حکومت بخوایم اوضاع احوال رو زیر رو کنیم. ما نیازمند یک تحول فرهنگی هستیم. من در یکی از مقالاتی که نوشتم، درست در همون زن ایرانی در برزخ سنت و مدرنیته، از زنان ایران به عنوان پیشقراولان مدرنیته سخن گفتم. بله. تجربه زنان ایرانی مهاجر که به مراتب بیشتر از مردان رشد کردن نشون دهنده پتانسیل پیشقراولی اینها در مدرنیته است، در اصلا نگاه بازشون به جامعه، در پیشرفتشون در امور خانوادگی و غیره. در جامعه ایران هم خواستم بگم ما در 2 سطح باید به جنبش زنان توجه کنیم. یکی مسئله روزمره است. ما فقط علیه یک حکومت زن ستیز مبارزه نمی کنیم. ما علیه الگوهای مردانه در اون جامعه، خشونت مردان در جامعه، تبعیض مردان در جامعه که در تمام سطوح جریان داره باید تلاش بکنیم و این تلاش رو باید از درون خود خانواده شروع کنیم. یک تربیت دیگری برای کودکان دختر و پسر که بر مبنای سروری مرد و زیر دستی زن استوار نباشه. آقای درویشپور، من عذرخواهی میکنم وسط صحبتاتون ما تایم زیادی نداریم. جمله آخرم آرزوی بهبودی، سلامت و
آزادی زنان ایران در پیکار برای یک زندگی بهتر. مرسی. شما که عشقتان زندگی، شما که خشمتان مرگه، باز هم این روز بزرگ رو به تک تک شما تبریک میگم. بهترینا رو براتون آرزو میکنم به امید آزادی تمام زنان قوی و سلحشوری که در بند هستن. روز خوش. خدا نگهدار. فدرالیست در ایران به شدت گسترش پیدا کرده. جنبشی به نام جنبشی کجا داره میره این جامعه؟ زندگی و سرنوشت مردم ماست. قضیه طلبی گناه نیست. جرم نیست. چه کن؟ کاهش رفاه اجتماعی، افزایش بیکاری، افزایش فقر. اگه صدای من رو دارید خواهش میکنم بفرمایید، ما صدای شما رو داریم. داشته این مسئله و کاربرد این تجزیه واقعا به عنوان یک فرد تعیین میشه.